بازگشایی سفارت هند در کابل چه تأثیری بر موقعیت و سیاست‌های منطقه پاکستان خواهد گذاشت؟ درود و سلام مهر به شما جناب آقا صاحب، به جناب هاشمی صاحب همکار تکنیکیتان و همکاران تکنیکی دیگرتان. نامشان البته زیاد نشه، و جناب همدرد صاحب و به بینندگان گران ارجح تلویزیون وزین یک از شرفای دل تقدیم. سپاس. و در پایان به پاسخ به پرسش شما خدمت شما باید عرض کنم که البته گشایش سفارت هندوستان در کابل که امروز آغاز شد یک تحول جدید دیپلماتیک در منطقه و برای امارت اسلامی افغانستان است. البته گشایش سفارت معنی از است که شاید در آینده مسئله به رسمیت شناختن به اصطلاح که او یک مرحله خاص ویژه است که به اساس پروتکل ویانا یا اتریش باید رهبر اول کشور اعتمادنامه سفیر گماشته شده را بپذیرند و بعد رسما اعلام کنند. در او حالت مناسبات کامل دیپلماتیک تامین میشه. اما با هر حال بازگشایی سفارت البته یک حرکت کاملا مثبت و درست است و با امید از اینکه در آینده ها بتانیم ما تمام زمینه ها را فراهم کنیم تا نه تنها کشور هندوستان که همه کشور جهان امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسند و وسط سفارت مناسبات تأمین کند. اما پرسش شما که گویا موضوعگیری پاکستان چگونه خواهد بود، ببینید ما باید با تاسف عرض کنم که پاکستان هنوز هم در سده 19 و 20 قرار دارد. تحولاتی که در جهان امروزی آمده، تحولات دانش بشری، تحولات به اصلاح هوش مصنوعی است، تحولات است که بشر به اصلاح قادر میشه تا اقمار سیارات به اصلاح سیارات دیگه فتح کنه. این در حالتی است که ما در جهان جامعه زندگی میکنیم که در جامعه بشری امروز انسان معیار همه چیز است. انسان به اصطلاح نماد اساسی حاکمیت و قدرت در جامعه است. متاسفانه کشور پاکستان هنوز در تخیل خیال‌های پنجاب زندگی میکنه. شما فکر کنید در کشوری که در اونجا نفوسش بعد 300 میلیون میرسه، ولی متاسفانه از 41 میلیون پشتون نه حق زبانشون نداره، نه حق فرهنگشون نداره، بلوچا همچنان، سندی ها همچنان. حاکمیت تقریبا در دست پنجاب است. مسائل قوم پرستی، حکومت تک قومی که نیمه تک قومی که در وجود داره علی الرغم از فدرالی است، اینمی عوامل موجب شده تا در پاکستان اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هم و بر هم باشه. به این حالت وقتی که هندوستان مناسبات خود با افغانستان تامین میکنه، بدون شک برای هندوستان، برای پاکستان که هنوز هم در تخیل سالهای 1948 49 50 زندگی میکنه در داور خواهد بود. در حالی که باید تامین مناسبات در منطقه به دید مثبت بنگرند و همچنین خود پاکستان باید تمام آمادگی خود با پیشرفتا و مسائلی که داره مطرح کنه و با از طریق مذاکرات باید سفارت خود در افغانستان هم گشایش بده، بازگشایی کنه. گرچه در سطح سفیر دارن ولی هیچ معاملات مناسبات سیاسی با امارت اسلامی افغانستان تا تامین نکرده پاکستان. با هم حال این برای پاکستان بسیار گران تمام میشه. برای اینکه ما عرض کردم براتون که هنوز هم از خیالات سالهای قرن 19 و 20 نبرآمدن و در این فکر هستن که گویا ما باید طوری کار کنیم که کشور افغانستان یک بوفیت برای ما باشه، کشور هندوستان دولت متلاشی شدن باشه تا برن کشمیر بگیرن و در این منطقه مگه افغانستان نیرومند ایجاد شود، افغانستان توانمند باشه، افغانستان متکی به اقتصاد و سیاست و مسائل به خود باشه. بنابراین همونطور که در دوران داود خان و در دوران ظاهر خان که افغانستان یک کشور مرفه آرام بود، 2 بار سفربری به طرف پاکستان به خاطر به اصلاح رهایی سازی مردم پشتون و بلوچ از یوغ پنجاب بود، دوباره امور ترش در فکرشان میرسه که افغانستان نیرومند شود، هندوستان که مناسبات بگیره، شاید بازم پرابلم و دشواری‌های مردم اقوام پشتون و بلوچ سند تا بر بخیزه و چون بیشتر براتون عرض کردم که در یک کابینه دور و دراز 2 تا پشتون، یک بلوچ و یک سندی است، دیگه هم از پنجاب هستند و 2 نفر کشمیری هم است. در این حالت شما می‌بینید که در این کشوری که تبعیض قومی، تبعیض زبانی در حد اعلایش است، زبان ستیزی وجود داره، متاسفانه با زبان و فرهنگ پشتون‌ها، بلوچ‌ها و سندی‌ها هیچ توجهی صورت نگرفته، هیچ نوع علاقمندی وجود نداره و هم زبان اردو و گرایش‌های پنجابی در داخل جامعه به اوج رسیده. از اون لحاظ در اون کشور موجب شده که تا هیچ نوع خوشی برشان دست نده، به جز که باز به اصطلاح کابلیات در تیتک درآیند و بازم دست به اقدامات ناسودی دیگه بزنن که نه به نفع منطقه، نه به نفع افغانستان، نه به نفع پاکستان، نه به نفع هندوستان خواهد بود. درست. البته شک بفرمایید.
پاکستان همزمان با سفر وزیر خارجه افغانستان به هند حملات خود را به خاک افغانستان آغاز کرد. آیا اسلام آباد بازگشایی سفارت هند در کابل را نیز با دقت و نگرانی زیر ذره گرفته و آیا گسترش روابط هند و افغانستان فشار سیاسی تازه‌ای بر اسلام آباد وارد خواهد کرد؟ بدون شک چنانکه شما فرمودین پاکستان نه تنها تحولات مناسبات با هند، حتی ما مناسبات با ایران و کشورهای آسیای میانه را هم با دقت می‌بینه و با استفاده از امکانات اگنتوری که داره، با استفاده از امکانات استخباراتی که داره، همیشه مسائل با افغانستان با دقت بازنگری مینگرن و بدون شک موجب نارضایتی پاکستان میشه که با سفر وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان به هندوستان ببینید که شما مرتکب جنایات و بمباردمانش مناطق مختلف افغانستان شد، جنگ را در مرز ایجاد کرد، اما خب بدون شک شکست سیاسی، اجتماعی و نظامی خورد. اما باز هم حالا هم که خوشبختانه یک توافقنامه دوحه هنوز وجود داره که در این سازشنامه یا توافقنامه یا همسونامه وظایف وجود داره که پاکستان نباید تخطی کنه، باید در تمام مسائلی که مربوط به افغانستان و افغانستان در میان بگذاره. یک کمیته مرزی وجود داره، فعال باید شود، خودسرانه دیگه داخل افغانستان بمباردمان اینا رو نکنه، استخبارات خود تا اندازه باید در نظر داشت مسائل با کشور افغانستان و حتی با قطر و ترکیه مطرح کنه، بعد از اون میتونه اقدام کنه. از اون حال فکر میکنم که دیگه توانایی یا جرأت تازش دوباره نداره، اما بدون شک در مسائل بین‌المللی سهم فعال خواهد گرفت، علیه افغانستان فعالیت خواهد کرد و چنانچه که علیه هندوستان فعالیت میکنه علیه افغانستان هم دست به اقدامات خواهد زد که البته این اقدامات نمیتونه که بسیار علنی و به اصطلاح مستقیم باشه، با دخالت غیر مستقیم، با استفاده از سیستم اگنتوری یا اجنتوری و با استفاده از سیستم به اصطلاح دامن زدن به مسائل برهمخوری داخلی این کارا اقدام میکنه و همیشه این کار کرده. شما شاهد هستید در طول تاریخ که پاکستان ایجاد شده از سال 1947 تا اکنون همیشه در امور داخلی افغانستان دخالت کرده، مسئولیت‌ها را نادرست انجام داده، وظایف نادرست انجام داده و کارهایی کرده که به هیچ وجه طرف پسند جهان و افغانستان عزیز ما نبوده. درست. مفید صاحب، من حیث آخرین پرسش، تعیین سفیر فوق‌العاده قطر در افغانستان تا چی اندازه بیانگر تمایل دوحه برای نقش آفرینی فعالتر در روابط میان کابل و جهان است؟ بدون شک ما خوشبختانه با قطر مناسبات بسیار صمیمانه داریم. نماینده امارت اسلامی افغانستان در اوج باعث نماینده در عضویت ملل متحد آقای شاهین هستند و این مسئله بیانگر از این است که دوحه و قطر با افغانستان مناسبات تنگاتنگ سیاسی داره. فرستادن سفیر، آمدن هیئتشان، معاون صدر نخست وزیرشان در افغانستان، وزیر دفاعشان و به اصطلاح دعوت از وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ما و خصوص وزیر دفاع که رفتن سازشنامه را امضا کردن جناب ملا محمد یعقوب مجاهد، اینا هم بیانگر از این است که قطر، دوحه حتی از دوران بسیار قدیمی که هنوز در افغانستان جمهوریت بود و شما شاهد هستین که قطعات ناتو و امریکا در افغانستان بود، در اون زمان هم نمایندگی امارت اسلامی به نام امارت نماینده طالبان در قطر و دوحه وجود داشت که بعداً به حیث نماینده امارت اسلامی افغانستان بعد از اینکه با قدرت رسیدن امارت اسلامی شد در اوج فعال است. بدون شک و فرستادن سفیر در افغانستان و گشایش سفارت به شکل بالاترش، البته بدون شک که گرچه مناسبات کامل سیاسی تامین نیست، یک تعامل سیاسی است. یک تعامل سیاسی میتونه هم به نفع افغانستان، هم به نفع قطر و هم به نفع منطقه باشه بدون شک. و خوبیش دیگه است که میتونه مسائل باعث یک نماینده ثالث بالخیر به اصطلاح و کسی که در مسائل خیر و خوبی‌های منطقه سهم میگیره و قطر خودش موجب شد تا مناسبات افغانستان و پاکستان از حالت جنگ به حالت صلح بره و نظارت میکنه تمام مسائل ببینه و اگر خیال تخطی از جانب پاکستان دوباره صورت بگیره، قطر و ترکیه که باعث متضمن یا تضمینگرای از این سازشنامه یا همسونامه یا همکارینامه هستند، اونا هم احساس مسئولیت خواهند کرد. جناب مفید، آیا قطر میتونه جهان را قانع بسازد تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه؟ قطر از جمله کشورهایی است که در منطقه نقش فعال داره و سیاست منطقویش هم در شرق میانه و هم در منطقه بسیار اکتیو است. شما شاهد هستید که قطر حتی در سال 2012 نمایندگی طالبان در وقت تحریک اسلامی طالبان یاد میشدن و امروز باعث امارت اسلامی یاد میشن، نمایندگیش در قطر ایجاد کرد. البته
توافق ایالات متحده آمریکا را گرفت. صلح دوحه یا توافقنامه دوحه در قطر امضا شد که میان ایالات متحده آمریکا و در اون وقت جنبش تحریک طالبان که به نام امارت اسلامی افغانستان یاد میشن از اونجا امضا شده. نقش قطر در منطقه و در افغانستان بسیار فعال و اکتیو بوده. اما در مناسبات جهانی ما در مناسبات جهانی یک سلسله نرم‌ها و فرمول‌ها و معیارهای وجود داره که البته او در اعلامیه‌های کنونسیون‌های مختلف ملل متحد مطرح است، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است، در مسائل محدود که البته در تقریبا در 26 یا 27 فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد مطرح است و در نشست مجمع عمومی 80مین مجمع عمومی ملل متحد نیز مطرح شد تا او تقاضا و قضایا یک پای دیگه یک مقدار عملی نشه. من فکر میکنم که قطر میتونه فقط فعال باشه اما نمیتونه که نقش برازنده را به رسمیت شناختن و تامین مناسبات افغانستان با جهان به اصطلاح فراهم بسازه و یا تامین کنه. سپاس. تنها میتونه که فعال باشه. تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل. از شما سپاس جناب آقا.